امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مومیزاد کمال‌الدین رمضان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ژانویه سال 2026 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان давлатзода Зарина Дилмурод معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ژانویه سال 2026 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مامورزاده ادهم مامور مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ژانویه سال 2026 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شریفزاده منوچهر مرتضی دیرکتور مؤسسه دولتی تئاتر ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 ژانویه سال 2026